سلام. ویدیو بعدی در مورد ایف ایفا ما چند ویدیو چک کنیم. اوی ویدیو خودم در واقع اسکیمایی که چک کردم وی دیویسته که چک کردم تیبل که چک کردم در خودم اد آپدیت دی سایرو بنویسم. خب لازم بیا انجام بدیم. گوتنی و انا کل سی شارپ است آخر آورم تبدیل کردم. مثلا مایگریشنش دینیک ترکه. خب هنی بیا بنویسم. خب از درخواستم در واقع از دیبی ست وصلوم استفاده کنم از طریق دیبی کانتکت وصلوم. ما گفتیم ما API درخواستم بدنی اما آزن API بنویسنی. سو API بنویسنی پس کنترل رو چک کنم وقتی کنترل اکشنی انیسم. آزن چند تا اکشن میسنی. آزن اد بنویسم، آپدیت که، گیت بای آیدی که و کل دیتا نشان بده. خب بیام پس ام اکشن هم اسم اد چک کنم. آزم اد بینم اد اول چک. خب اول آزن اد بینم آزن اینسرت که من کنترل رو چک کنم اسم استودنتس سازنده چک نیست که گفتم کانترل سازنده در واقع چک اولین متد که بعد که واژه بیان واژه ده. خب هم نمو در واقع و ویب مدل ها در واقع نمونه خواهانی از اوی دیبی کانتکست ما اپی دیبی کانتکست خواهد استفاده کنید کار دکن. خب ارتبی ادا ها ادا چک کنید درسته؟ ارتبی ادا هم نمونه خواهانی اویان ها سوی تیبل دسترسی خواهم راه دستایی گوتم از دیبی کانتکست خواهد بیمی جدالا دسترسی خواهم دستور ادخ اجرا کنم. ارتبی ادخ در واقع ارزم بزرگتر ارتبی ادا در واقع چه خواهیم ارتبی ادا در واقع به استودنت ادم استودنت کار انجام داد و بعد آغازم سیو چنج کنم ما استودنت چک ریا استودنت چک ریا استودنت آغاز اضافه کنم بخواست اضافه کنم به سیو چنج در واقع اضافه کنم ببینا دو دستون اد کنم الان یه فرم کرد انتیتی که اضافه ایه بعد متناسب با وی استیتی که گفتم استیتی مختلف خواهم متناسب با سیو چنج کنم و فرم دکم استیتی مثلا ادا آپدیت هرچیه مثلا اوای اد دکه راحت وقتی get all راحت وقتی سیو چنج کنم خوازه کنم وقتی get all و کل استیودنت هر بگر با لیست از طریق این نمونه دیبی کانتکست خیلی نمونه هم چکن و جدول دسترسی کن و دا get تو لیست که کل نشان داده. خب اگر بخواید این آیتم ها بگنید فرست اور دیفالت اولین آیتم پیدا کن نشان داده. خب حالا تقدیم خواهم موازن شرط تک بنویسین انواع شرطان ها از شرط بنویسین اوی انده بولیس و لیست دیبی کانتکست بعد دیبی ست خواهم جدول من اوی انده ور شرط خواهم نیستنیم بعد از این متناسب با شرط هم انتظار خواهی آیتم ها وگرینه یا تو لیست که آیتم پر وگرینه مثلا بیتا یک وگرینه همچنان انتظار خواهی مثلا گیت بای آیدی لحاظ یک وگرینه ببیام وگرم و گیت بای آیدی من پس اشار کنی تعدادی که وگره تو لیست کنی کل وگرینه اشار کنی اصلا شرط نینی متناسب شرطه ما وگرینه بعدی که شرطه خواهی بودنی حالا درخواست نمیتونی شرطه که مالیت دنیک وگرینه کل وگرینه و اندازه اشار کنی بنویسین آپدیت خرج راحت اشار کنی بنویسین آپدیت آیدی قدمه یا آیتم پیدا کنی اگر آیتم ها ترن او به ناتفان پیدا نکنم بی رکورده پیدا نکنم اگر پیدا کردی هر عادت جدیدی که کار بدن لخنه انجام ده سیو چنج که اخا فرم ده که اولا استیتی تغییر کرده متناسب استیتی در از سیو چنج انجام داده تو فرم ده که مودیفای انجام داده واجی در بیان حالا پیار جارک در شهر کنیم حالا اجراری بکنیم مثلا اجراری بکنیم در بیننی رو کتینه پس نمال EF کنیم پکیج گفتن EF چیه اوورما کن
EF تقاضا پکیجی یاد دکی کانشستینگ یاد دکی و تو پروگرام تنظیماتی یاد دکی بعد که تنظیمات اد کردنی راحت جدول اضافه کنیم حالا جدول بود تغییر اسکما بدین یا اسکما دی بی انجام دادن یا انجام بدین یا مایگریشن چک کنین ما که آغاز مایگریشن انجام بدیم بعد پکیج تولزی نصب کنیم چون آغاز مایگریشن انجام بدیم بعد اد مایگریشن کنیم چک بعد آپدیت که متناسب با وی در مایگریشن که چک کرد تو سی شارپ کد آماده کرد بر اساس کدت چی انجام داده خب اما آغاز نام تگم متد من خاطر سواگر چیه سواگر بر اساس اون ای پی آی که من نیستینی آخه داکیومنت چک راحت اشک اجرا کنم بنا چون کار سواگر لازم اجرا کنم اد هر یه تست مثلا پچ یارا اجرا کنم یارا ادکا و دستور چیز که بعد سیو چنج داخل متناسب دستور اینسرت اضافه کن چک حالا اضافه بود چون 200 هم در مورد 200 خطای مختلفی که API ها وگرنه گپ کنیم هر API که دانستنی نیست کد خطا وگرنه الان در مورد گپ کنیم و get all که داخلنی تکم دو آیتم ها گفتن کل وگرنه کل سامان وگرنه خب ما آغازنی الان که تا آیتم خاص وگرنه ما گفتیم هر دومی وگرنه خب دومی سامان وگرنات لیست آپدیت جشن کنیم دستور آپدیت خواهم انجام بدهیم باشه اوی اپلیکیشن من که توش ساده قچک ایف چک نه اما دیگه چیزی کورس در ویدیو دو اینم و ادامه دادم خب کورس ها ادامه دادم پرتر دادم اما تیکه اول قچک مچک یا هنی جلا و که انشالله هنی جلا چیز جدید اضافه کنیم انشالله که مفید گوه